در مرکز تعلیمی بانک ملی تاجیکستان واقع در شهر گلستان ولایت سوخت مسابقه فوتبال خرد که بخشیده به 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده بود به انجام رسید. هدف از برگزاری مسابقه مذکور تشکیل فضای سالم کاری، تحکیم رابطه همکاری و رفاقت و ترغیب طرز حیات سالم بین کارمندان نظام بانکی ولایت سوخت به حساب رفته. نزدیک یک ماه پر از احساسات و رقابت‌های دوستانه دسته‌ها برای به دست آوردن جام قهرمانی تلاش ورزیدند. در مسابقه 16 دسته کارمندان تشکیلات‌های قرضی ولایت اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. فوتبالبازان دسته اسخط در این مسابقه مهارت بلند نشان داده به گرفتن مدال‌های برنج مشرف شدند. در دیدار نهایی دسته رخشی شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان با دسته اوریون بانک واخوری دایر نمود. در این دیدار فوتبالبازان دسته رخش تیم حریف را شکست داده صاحب مدال‌های طلا و جام مسابقه شدند. در مراسم جنبست این چهاربینی ورزشی راهبران تشکیلات‌های قرضی مالیوی و فیلیال‌های آنها همچنین نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت شرکت ورزیدند. مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند ضمن برآمد خود قید نمود که با جانبداری از سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فوتبال در قلمرو کشور با جلب وسیع دوستداران این نمود ورزش گذرانیده می شود و به سبب نیست که در سطح نظام بانکی ولایت سوخت نیز مسابقه فوتبال بین کارمندان نظام بانکی از سال 2000 تا این جانب همسالت تشکیل کرده می شود. ذکر گردید که مسابقه امسال نه تنها بازی فوتبال بلکه میدان دوستی، همدلی و روحیه شکست ناپذیر را به نمایش گذاشته. مقصد از تشکیل و برگزاری چنین مسابقه ها پیش از همه جلب هرچی بیشتری کارمندان ساحه بانکداری به ورزش، زیاد نمودن محبت کارمندان نسبت به فوتبال و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت بود. همین طور در قسم تنتنوی چهاربینی مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند نوروز ولیف و مؤسس بانک اسخط خورشید ناصروف برای سهم ارزنده در رشد فوتبال با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قدردانی کرده شدند. غالبان جایزه‌داران با مدال افتخارنامه و تحفه‌های پولی سرفراز گردیدند. همزمان غالب مسابقه دسته رخش شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند با جام مسابقه سرفراز گردانیده شده. بعد داوران، مخلصان و فوتبالبازان بهترین مسابقه افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شدند. بازی امروز خیلی تیز و تند گذشت و ما باعث سرفراز است که جای اول رو اشغال کردیم از شعبه منطقه بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند دسته رخش و می‌خوایم فوتبال تاجیکستان باز هم از این هم رشد کند، چون که فوتبال نه تنها این ورزش است، این ترغیبگری طرز حیات سالم است. کوشش می‌کنیم که من بعد نیز در بازی‌ها در چنین مسابقه‌ها اشتراک نموده فوتبال تاجیک را در عرصه بین‌المللی باز هم قدم برداریم.